سلام، روزتون بخیر. امروز قراره که تمرینات کششی رو بهتون بگم که خیلی کوتاهه اما خیلی زیاد تاثیر داره که اون تمرینی که انجام دادین، تمرین دوچرخه سواری، توی بدنتون در واقع جا بیفته و خیلی زیاد تاثیر تمرین رو روی بدنتون چند برابر میکنه. و علاوه بر اینا تمرینات کششی بعد از تمرین کلا طولانی باید باشه، نباید یک دفعه‌ای باشه و فشار زیادی داشته باشه، کوتاه باشه. باید طولانی انجامش بدید که تاثیرش بیشتر باشه. خیلی کمک میکنه به اینکه بهتر بدنتون ریکاوری بشه، جریان خون رو توی بدنتون بهتر میکنه و اینکه خیلی هم کمک میکنه به اینکه بعد از رکاب دیدین پاهاتون سفت میشه یا مثلا عضلاتتون درد میگیره، این اتفاق نیفته و سیستم عصبی بدنتون هم به شدت آروم میکنه. میریم که با هم یکی یکی انجام بدیم. هر حرکت رو 30 ثانیه با هم انجام میدیم. بریم که داشته باشیم. خب تمرین اول رو از سرمون شروع میکنیم و شروع میکنیم به کشش سر، چون که دوچرخه سواری یه ورزشی که به شدت گردن و شونه ها و سر رو به شدت عضلاتش رو درگیر میکنه. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30. از اون طرف 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30. دستا رو به این صورت چفت میکنم، میندازم پشت سرم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. کشش رو روی گردن احساس کن. 24 25 26 27 28 29 30. میریم سراغ حرکت بعدی. دستا رو بکش به صورتی که قدت بلندتر بشه. کشش رو کامل این قسمت احساس کنی. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 25 29 30. جهت مخالف. 4 5 6 7 8 9 10 15 20 25 30. بکش جلو. کشش رو هم روی همسترینگت حس میکنی، هم کمر. سر به سمت پایین بکش. 10 15 20 25 30. یه نفس عمیق. دستا رو بیار بالا. 10 15 20 25 30. اون دست. 10 15. سرشونا به شدت توی دوچرخه سواری درگیر میشن. 15 20 25 30. یه جوری بکش که این قسمت کمرت کش بیاد. 5 10 15
25 30. این طرف این قسمت کمرت کشیدی. 5 10 15 20 25 30. میریم سراغ پا رو بکشیم به این سمت، بدنت به سمت مخالف. 5 10 15 20 25 30. همون پا رو بیار بالا، بکش. کشش رو داخل 4 سرات احساس کن. 5 10 15. هر چقدر این کشش طولانی تر باشه تاثیرش روی بدنت بیشتر. 20 25 30. میریم پای مخالف. 5 10 15 20 25 30. همون پا رو بیار بالا، کشش. 5 10 15 20 25 30. خب این حرکت خیلی حرکت تاثیرگذاریه، پس حفظش کن و خودت در مراحل بعدی تمرینیت هم حتما انجامش بده. این پا رو بیار روی این پا، بشین، سعی کن تعادلتو حفظ کنی. بیا پایین. 5 10 15 20. منم تعادلم سخته، اگر که واسه سخته این کاملا طبیعیه. 25 30. مرسی. عوض کن. این پا روی این پا. میای پایین. 5 10. کشش رو احساس کن این قسمت. 15 20 25 30. مرسی. میریم پایین، اما زاویه دارن پاهامون. پا رو یکم زانو رو خم میکنم، میرم قسمت پایین. کشش رو این قسمت احساس میکنم. زانو خم به این حالت. کشش رو روی همسترینگم احساس میکنم. مرسی. بیا بالا. الان زانو صاف کامل میرم پایین. 5 10 15 20 25 30. مرسی. میایم سراغ مچامون به شدت تحت تاثیرن توی دوچرخه سواری، مخصوصا کراس کانتری که به شدت هم ضربه میخورن. پس خیلی مهمه که بعد از تمرینتون کشش داشته باشن که کمتر درد بگیرن، بهتر ریکاوری بشن و برای تمرین بعدی بتونن راحت در خدمتتون باشن. دستا به سمت بالا. 1 5 10 15 20 25 30. همون مچ به سمت پایین. 5 10 15 20 25
سی. مرسی. حالا این دست به سمت بالا، این دست میاد میکشه. 5 10 15 20 25 30. مرسی. به سمت پایین. 5 10 15 20 25 30. خسته نباشی. اگر که تا اینجای ویدیو همراه هم بودی و تمرینات کششی رو انجام دادی بهت تبریک میگم، چون آدم صبوری هستی و به خودت اهمیت میدی و بهت قول میدم که انعطاف پذیریت و دامنه حرکتیت بیشتر باشه، توانمند بودن عضلات روی دوچرخه بیشتر احساس کنی از این به بعد و به شدت خیلی زیاد باعث میشه که اون درد عضلانی و سفت شدن پا یا در واقع به اصطلاح سنگ شدن اون 4 سر و 2 قلو اون گرفتگی رو نداشته باشی. همیشه با سلامتی برکاب باشی. میبینمتون.